سلام و درود، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، به یه ویدیو دیگه از اتفاقاتی که توی اکسپلور ما هر روزه داره میفته. بریم ویدیو اول رو ببینیم. همین الان من سر این خیابون بودم، بماند که اسنپ لغو کرده نیومد، اما من یه صحنه خیلی قشنگ رو دیدم که انسانیت هنوز نمونده. خانم هایی بودن با قد و بالای زیبا کنار خیابون وایستاده بودن و آقایونی بودن با بهترین ماشین ها. باورتون نمیشه، با بهترین ماشین ها اصرار میکردن که این خانم ها رو سوار کنن، اما این خانم ها اصلا توجهی نمیکردن. حتی من شنیدم که یکی از این آقایون گفت گروپ هم میبرم. یعنی چی؟ یعنی که من گروهی هم به شما کمک میکنم. انقدر انسان شریفی بود. قشنگتر از اون بود که شنیدم یکیشون گفت مکان از من. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه جای خوابی ندارید، اگر مکانی هم ندارید، بازم از من. این واقعا زیباست. واقعا چقدر خوبه که این چیزا توی شهر زیاد بشه، چقدر خوبه که این چیزا رو میبینیم و چقدر قشنگه که همدیگه رو قضاوت نکنیم. به به، آدمای درست خیلی زیاد شدن تو شهر. بنده خدا، مخصوصا بنده خدایی که گفته گروپ هم میبرن. خیلی انسان شریفیم و قدرشو دونست. همونجا میرفتی دست و پاشو ماچ میکردی، میافتادی به دست و پاش. اصلا به مقام بالاتر از انسانیت رسیده وقتی میگه مکان از من. واقعا ممنونم از همچین کسایی که دارن تلاش میکنن برای اسکان دادن به بشریت. چقدر خوبه، چقدر میتونه خوب باشه همچین چیزایی. خیلی خوبه. سعی کنید حتما این کارا رو بکنید، خیلی تأثیر داره تو جامعه. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. مصب تو دست جا نمیشه. خب دوستان، این بیمارمون هم از آذربایجان تشریف آوردن، براشون نمایش‌سازی و ساکشن ترانسفر انجام دادیم. لامصب تو دست جا نمیشه. اگه دوست داشتین دستمو بردارم، کلمه بردار رو واسه ما کامنت کنید. آقای دکتر، شما خیلی دوست دارین تو دستتون جا بشه، اونجوری که محکم شما نگه داشته بودین اونو. به نظرم شما غریزت یه چیز دیگه است. خیلی خوشت اومده بود شما خودت. اصلا چی بگه آدم. به ویدیو بعدی. نفس عمیق بیرون. چقدر خفن رفت. خوبی؟ آره، چقدر خفن رفت. اصلا فکر کنم با موتور گازی اومده بود یهو رفت. صدا موتورش رو شنیدین دیگه 100% بچه ها، نه؟ صدا موتورش عالی بود. اگزوزش چی بود به نظرتون؟ چقدر خفن رفت. وای وای. بعد اون کسایی که میان میپرسن میگن که شما چجوری میرین دبی میمونید و چرا ما واسه مالیمون نمیرسه، به خاطر اینکه عشقم نشستی گوشای خونه به جای زحمت کشیدن کل عمرتو فکر کردی که چجوری مردم رفتن بالا، چجوری این دختر موفق شد این یکی موفق نشد، چجوری اون این کارو کرد من این کارو نکردم. عزیزم باید بلند شی، باید تلاش کنی، باید سختی بکشی، باید بری، باید بیای، باید ببینی، باید تجربه کسب کنی. چجوری واقعا میای مینویسی که ما نداریم؟ آره عشقم نداری، به خاطر اینکه تلاش نکردی، به خاطر اینکه کل زندگیتو نشستی به حرف این پسر ایرانیای آشغال گوش کردی. یعنی من خودم واقعا دشمن پسرای ایرانیم. یعنی واقعا پسرای ایرانی تو کونه رو ترین مردایی هستن که من خودم تو زندگیم دیدم و بر علیهشون هستم. خب راست میانی بنده خدا. باید تلاش کنی، باید بلندش کنی، باید بتونی درک کنی همچی چیزایی رو. واقعا تلاشت قابل ستایشه و از همینجا به تبریک میگم. و اینکه درد اینه که پسرای ایرانی نتونستن تو رو راضی کنن، کافی نبوده برات و رفتی یه کشور دیگه. اونا خیلی راضی از اونا، به نظر من اصلا معلومه
خیلی راضی، اصلا خوبه این که زندگیت اونجا بهتره، ما هم خوشحالیم، ولی یکم دیگه تلاش کنی به نظرم بشه تونل جاده بندر عباس، 12 تونل داریم. بریم ویدیو بعدی ولش کن اصلا. خب زری حرم الان رفته بود تو دهنت، این چه کاریه اصلا؟ چه کاریه اصلا؟ چرا باید همچی ببوسی؟ داری شخصی حساب میکنی با امامزاده؟ بحثش شده است. روزگار. آقا ما ویدیو رو تا همینجا تمومش میکنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، نظرتون رو برام کامنت کنین و حتما چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو روی آل بذارین تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده که ابراهیم تکنو ویدیو گذاشته و حتما بیاین ببینین. مرسی از همراهی شما عزیزان.